علیکم سخاوتمندان عزیز. باوری دارم که هر یک و یکی شمایان صحت سلامت هستید. من چنانه که به همه ما معلوم است امروز من هشتمی چیزه پنجم مای هشتم مای انده همین موست هشتم اپریل انده همین موست ما سر کردیم. من امروز تو به اتمام رسانیده سپاریدم. درازی موست 12 متر براش 9 متر من 1 متر دروشکه من همش شروع بود شدگی. الرحمن الرحیم. اهلی گروه مدد من از سال 2020 اینجا فعالیت کردم. راهبرای همین گروه نورمات و اکمل جان، غایبوف امین جان، همین قشلاق همانگی یکی تا بچه ها سرجم شده مهاجرت اندیم قشلاق اندیم همشان سرجم شده. از سال 2020 کارهای عظیمی همین دیه همای اجرا کرده بود کرده آموزادیم. من درباره همین دوم همین از سال 20 اسم چند کارهایی که همین اجرا کردم گفته گذشته نیم. دومی همین 5 سال 6 سالی که همین گروه فعالیت میکند. بسیار بچه آدم ها من مثال خانه و درشان نبود، آنها یاردم کرده خانه و دردار کردن. من گلناره و سرچشکتی بی خانه و بیدر بود. من کرشکم و لاوتی یک جای شده خانه و در کرده ساخته دادم. من آنها صاحب خانه و در. من عبداللطیف جنی من سالهای نمیدونم 20 بود می اولین ها شده همین گروه برای ما دستی یاری دراز کرده. اما هم بیا من شیفیراشانه آنه و دروازه خانش برد کرده داد. البته این هان همشان صاحبای کلون میگیرن. بعد از این من همین دیه همو زنکی من اوچی کلون سال حنیفه خاله من هم گروه خانه هاشون ریمونت و نقص کرده شرایطشون مهیا کرده دادن. باز من این گروه دومی همین فعالیتی خودش به من دیه همو و یک بخشی بچه گونه هست برای ما هم من ریمونت های حاضر زمان کردیتون. دو تا نویس میگویم یا ایوانایی که بچه ها بیریم ببریم دم میگرن و شتام برای ما دو یک نویسی ایوان میگویم ما هم خیلی با معنی خوش رو کرده ساخته داده بودن دومی همین سالوه. من کارهای مدد من بلنیستم رو ببینیم پیشتر قریب کتیم بعدی سالهای 90 و قریب که بابا ایرونه عمده رستگی بود همه جش ریمون کرده و بیرنو من رهاش و راه رواش هم مثل اسفالت پوش کردیتون درونش حاضر هم تو درات آدم یه ریمون میگوییم یک نو ساختگی بوین. کارهایی که شما کارسادیتون یک کارهای عظیمی همین دیه همو می باشد. من باز کارهایی که من امروز وای کردم من از سال 23 سر شد. من آرامگاهی نوی دیه همو من این سانیتر من استاد کم اینجا استاد احمد دوملو اینا سخن کرده با پیشی گپای نقد میزنن درباره آرامگاهی وای به نوی دیه همو سانیتر من با وای بچه ها با یاردم شما با سخاوتمند شما سالهای گذشته ما 2 سالهای آخر قریب که کوچه های قشلاقی ما اسفالت شد. برای این هم البته به شما کلان است یاردم و سخاوت شما که همین کوچه ها بسیار من قریب که همش اسفالت شد. من آخرا من همین کپرو گویم پول من همین جان گفتن همین 8 اپریل سر شده من امروز بود شد.
آخرون من همین صحبت بچه ها تکشانگی و نمی اپالا کوشه کندن من با 4 روز 5 روز این نقص خوشه بود و اتگاش هم خوشه بود سونی من حاضر به بسته موندگی بعد مکشوی من برای تیار برای خدمت ماست پره باید بود شد سونی من امروز همین کار بود کردند و من بچه ها من استاها میگویم همین ها یکت برگرده من این خوگجوی کوینی خوگجوی نو با من با راه شدم به با همین ها کار سر کردم Dışkan orada. Ana, dua kara güzel tane kule kuşa tecrübe taki pota hamata. Valle bana tane tane. Valle tamam tane. Koy lavaton borak şava damazda. Valle bana. من این هم بیام من مو درست پیش من استا احمد دوملو که عمده اینجا کمال‌الدین دوملو بودن ما هم گفتیم ما مصلحت کرده من با دعوا کرد دادیم هم بچه‌ها با من این مورتی کوینه وایرون کرده روی خوش روی با معنی کردم او خوگجوی کوینه خوگجوی بالا که قش کرده بود کرده میتیان این هم من کار حاضر به سر شد بر افسوس من البته مغازی گفتنی هم که این کارهای من گفته گذاشتم البته کهان سالان قشلاق همه ساکنان قشلاق ما از راهبران همین گروه من راهبرای من نامش گفتم اینجا با کلان سالان من طاهر حاجی هستم با بسیار مصلحت های نظم میتونن کارهای پیش بردن و البته و آدم بهشون هست مددشون همه خلق قشلاق برای شما همه وقت دست از برداشتگی که دست از شده که دعا کنه شما که آیندهتون همه کارهای کردید این کاری ثواب است برای همین البته رحمت های کلام برای این کارهایی که اجرا شد و اجرا میشد و با من گفتی امین جان با کارهای کلام من در پیش است البته این کارها بیشمار نمیشد برای همین شما به رحمت های کلام محترم اهل مدد اون یکی که سهم گذاری کسایتان میدیم برکتان هم ماتون با خداوند اون که کارتون کرد تنتون صحت کنه تا آدم فایده و برکت عطا فرما تا همون روزی که من با گفتم که همین خوگجای چون کنیم من خودم که همین خوگجای ما تونیم میکن کرده سر کرده مردم دستگیری کردن همه شما این همش زحمت شما که حرکت شما که برکت یایتان الهی اصلا روزی کمی نبیم تا این کارهای شدگی یگان جانده شدگیش نه این قشلاق ما این یکی توی قشلاق ما الهی هم آتان بس خداوند همین خیل دست کشاد بکند و همین خیل همتان با آمده کار تایید و همتان الهی هم وقت گیریتان و نگرانتان این کارهای موفق شدگیش این من همین سال با من این بالاش به این کپری که از نو کردیم این موفقیت کلان این انجامی کمک برفتگیش نه متریالی مول برفت اکو این دستگیری شما که برکتایتان الهام هماتان من یگان در قشلاقان این خیلی کارها شدگیش نه این کارها سرشویش همش همین قشلاق ما اخرش کن من قشلاق همه اسفال کوچه ها ما قریب که همه 90% کوچه ها ما اسفالت پر شد همش زحمت شما که همه کوچه ها ما قریب که و این سوارج گفتیم من همینجوری من این خوگجای نو بیان یکی تو دو شده همورسان من چای عمودی گفتم من برکیان من آبش وقت خورفته است من این کارا پشتی همین کارا شده خورفته است برکیاتان الهیم هم ماتون و همه وقت تنی صحت خاطری جمع برای کار و آبروی اعتبار عطا فرما خداوند خداوند فیض و برخواناتون فیض و برکت همه وقت گریتون و نگرانتون خدا تا بینید حیران میشید که ایلیم برکت یایتون همتون ایلیم همتون سلامتی خوشبختی بچه هاتون خدمت کند همه وقت آرزوهای بچه هاتون رسیدن خداوند مشرف گرداند و همه وقت گریتون و نگرانتون
همون مسافرین گشتان الهی مسافرین در الهی هم ماتون خدا پناهش به نگاه دارد و آبروی اعتبار کرد آخری کارتون بخیر ایمان سلامت به رحمتک یا ارحم الراحمین الله اکبر